قراره که توی این ویدیو وحشتناکترین رسومی که وجود داشتن رو با هم دیگه بشنویم. سلام، من رامانام، خوش اومدیم به رامان استوری. فکر کنین که نشونه عشق سوزوندن یک آدم بوده، یا اینکه برای بقای دنیا باید قلب یه آدم زنده رو از توی سینش بیرون می آوردن و اون آدم زنده زنده کشته می شده. قراره که این رسم‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم و یک ویدیوی حال به هم زن کنار هم دیگه داشته باشیم. اولین رسمی که امروز با هم دیگه بررسیش میکنیم رسم ساتی بوده. فکر کنید یه زن بیوه که شوهرش از دست داده با لباس سفید خودش رو روی هیزم هایی که شوهرش داره توش میسوزه مینداخته و زنده زنده همراه شوهرش کشته میشده. بله، اسم این رسم ساتی بوده و از هند باستان میاد. اون زمان برای اینکه یه زن عشق و وفاداریش رو نشون بده و تحت اجبار جامعه این سرنوشت رو انتخاب میکرده. اگر شوهرش کشته میشده مجبور بوده توی روزی که شوهرش داشته آتیش میگرفته خودش رو روی هیزم ها بندازه و زنده زنده همراه شوهرش کشته بشه. اگه فکر میکنین ساتی عجیب ترین قسمت ماجرا بود اشتباه میکنین. میخوایم بریم به آمریکای مرکزی و آزتک ها. حکومت آزتک ها یک حکومت خورشید پرست بودن. اونها آفتاب و خورشید رو میپرستیدن و یه عقیده ترسناک داشتن. اونها عقیده داشتن برای اینکه خورشید و زمین طبق روال خودشون بچرخن و جهان ادامه داشته باشه باید براش قربانی کنن و اون قربانی قلب و خون انسان بوده. اون عقیده داشتن قلب و خون انسان نیروی حیات رو به دنیا میده. توی مراسم ممکن بود هزاران نفر رو قربانی کنن. حالا این مراسم به چه شکل بود؟ کاهنان معبد مردم رو میبستن، روی سنگ قرار میدادن و با چاقوهایی از جنس سنگ زنده زنده سینه‌شون رو میشکافتن و قلبشون رو خارج میکردن و اون قلب رو توی دستاشون رو به خورشید نگه می‌داشتن و اون رو به خدای خورشید تقدیم می‌کردن. این هم یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین رسومی بود که من بهش برخوردم و خیلی خیلی به نظر من وحشتناکه اینکه حتی تو یک روز هزاران نفر رو هم قربانی می‌کردن. حتما در مورد مومیایی شدن انسان‌ها چیزی رو شنیدین و خب براتون یه چیز معمولیه اینکه فرعون‌ها افراد بالا مرتبه مومیایی می‌شدن، اما این یکی از ترسناک‌ترین رسومی بود که من بهش برخوردم. حتما می‌پرسین چرا؟ عذاب دادن و شکنجه یک جنازه رو من توی رسم مومیایی دیدم. ببینیم برای اینکه یک جنازه رو مومیایی کنن اول با یک میله که از طریق بینی وارد می شده مغز اون جنازه رو تخلیه می کردن، یعنی سر جنازه باید تخلیه می شده. بعد با چاقو پهلوش رو می شکافتن و تمام اندامهای داخلیش رو در می آوردن، مثل روده، کلیه، معده و کلا اون یه جسم خالی می شده. اون جسم خالی رو توی نمک مخصوصی به اسم کانوب اگر اشتباه نکنم میخوابوندن و بعدش فرایند مومیایی رو انجام میدادن. این فرایند گاهن 70 روز طول میکشیده و فکر کنین جسد یک نفر 70 روز همینجوری هی انگولک میشده تا در نهایت مومیایی بشه. فرایند مومیایی شدن هم یه فرایند خیلی ترسناک بود که من اصلا دوست نداشتم. حتما قبایل آفریقایی رو دیدین که زناشون گردنهای کشیده‌ای دارن که پر از مهره‌های مختلفه. یه سری مهره‌هایی که دور گردنشون انداختن و گردنهای دراز و نافرمی دارن. توی قبیله پاداونگ رسم کشیده کردن گردن زنان وجود داشته. این رسم چجوری انجام می شده؟ وقتی یک دختر توی اون قبیله متولد می شده از بچگی شروع میکنن یه سری حلقه رو پله پله به گردن اون دختر بچه اضافه میکنن. انقدر این حلقه رو اضافه میکنن تا گردن کم کم بالا میره و اون شکل عجیب رو به خودش میگیره. هرچه این گردن طولانی تر باشه، درازتر باشه، نشون دهنده زیبایی بیشتر اون زنه، اما ظلمی که به اون زن میشه جبران ناپذیره.
ماهیچه‌های گردن طبق اصولی که باید رشد نمی‌کنن و تحلیل میرن و اون شکلی که میگیرن شکلیه که بدون اون حلقه ها حالت خودشو نداره. یعنی اگر اون حلقه ها در بیان، ماهیچه‌ها انقدر کم توان و کم جونن که ممکنه باعث خفگی اون زن بشه و اون زن بمیره. این یکی از ظلم هاییه که یکی از هزاران ظلمیه که به زنانی که توی قبایل مختلف بدوی به وجود می اومدن بوده و الان هم متاسفانه یه جنبه توریستی پیدا کرده برای بعضی از قبیله ها و خیلی ها میرن فیلم تهیه میکنن، ولاگ تهیه میکنن و آسیبی که اون زنها میبینن و بررسی نمیکنن و باهاش مبارزه نمیکنن. در گذشته رسم رو داشتیم به نام رسم باج سیبیل. یعنی چی؟ زمانی که یک جنگ رخ میداده یا فردی یک خلاف رو انجام میداده، یک کار خلاف رو انجام میداده، می اومدن برای اینکه بقیه مردم رو بترسونن، سر اون فرد و سر قطع شده اون فرد رو از دروازه های شهر آویزون میکردن. گاهی وقتا بدن یه سری افراد و گاهی وقتا سرشون و اون قطعه انقدر میمون تا کلاغ ها و حیوان های مختلفی مثل کرکس ها می اومدن چشماشون رو میخوردن، پوستشون رو میخوردن و انقدر اونجا میمون تا بپوسه. این یک کار خیلی وحشتناکی بود که در گذشته انجام میشد و معمولا دور اطراف شهرها و قلعه ها همیشه جنازه و سرهایی رو به این شکل میدیدیم. یه چیز نمیدونم، رسم نمیتونم بهش بگم، یا یه اتفاقی که سالها پیش افتاد و خیلی ترسناک بود، اسمش رقص طاعون بود. اینجوری بود که یه زن توی سال 1915 در شهر استراسبورگ شروع به رقصیدن میکنه. خیلی بیدلیل شروع میکنه به رقصیدن و این رقص ادامه داره. بعد از چند ساعت به صورت ناخودآگاه تمام مردم شهر دونه دونه به اون ملحق میشن و همه شروع میکنن به رقصیدن. انقدر میرقصن که کشته میشن و میمیرن. هنوز دلیلش مشخص نیست. بعضیا میگن یه قصه است، بعضیا میگن بر اثر یه قارچ خاص بوده، مصرف یه مواد خاص بوده، ولی این یکی از عجیب ترین اتفاقاتی بود که توی تاریخ رخ داد. شاید باورتون نشه، اما توی قرون وسطا حیوانات رو هم محاکمه میکردن. یعنی چطور؟ اگر یه حیوانی به یه انسان آسیب میزد، یه کار اشتباهی میکرد، به مزرعه آسیب میزد، اون حیوان رو محاکمه میکردن و حکمهایی مثل آتش زدن، اعدام کردن براش تعیین میکردن و حیوان محکوم میشد. گاهی هم به حیوان زمان میدادن که تا فلان زمان فرصت داری که شهر رو ترک کنی. یه جمله معروف داریم که هر چیزی تحت داره به جز حماقت انسان و زمانی که من رسمهای گذشته رو خوندم شاید صدها مورد داشتیم هر بار این جمله ناخودآگاه توی ذهن من پلی میشد. یه رسم عجیب و خیلی بد دیگه‌ای که بهش برخوردم اصلاح جمجمه نوزاد بود. توی بعضی از قبایل وقتی یه نوزاد به دنیا می اومد، سر نوزاد رو با سنگ، چوب و پارچه به شکلی که دلخواهشون بود، حالا اینجوری باشه یه ذره درازتر باشه، میبستن و اجازه نمیدادن که نوزاد به شکل طبیعی جمجمه‌اش شکل بگیره و جمجمه نوزاد رو اون مدلی که دوست داشتن میبستن. توی اکثر موارد این اصلاح جمجمه نوزاد باعث مرگ زودرس اون بچه یا نوزاد میشد و حتی اگر زنده میموندم عواقب خیلی بدی برای سلامتی اون بچه داشت. این هم یکی از ترسناکترین رسومی بود که من دیدم و خیلی حالم بد شد با خوندنش، چون نوزادها و حیوانات بی‌پناه ترین موجودات توی این دنیا. تنها چیزی که میتونه حال منو بد کنه آسیب به یه نوزاد یا یک حیوانه. اونا هیچ دفاعی از خودشون نمیتونن انجام بدن و چقدر رسم‌هایی مثل قربانی کردن بچه‌ها، این دراز کردن گردن بچه‌های دختر، قربانی کردن یه سری نوزادهایی که به شکل نارس به دنیا می اومدن برای من وحشتناک بود. من یه لیست طولانی از این رسوم دیدم.
لیستی طولانی از اتفاقات عجیبی که توی گذشته میافتاد و براتون تهیه کردم. اما به خاطر اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه تا همینجا براتون گفتم و اگر خوشتون اومد دوست داشتین توی کامنت ها به من بگین که من پارت های بعدی از این ویدیو رو براتون بسازم. مرسی کنارم بودین، تا اینجا همراهیم کردین، خیلی دوستتون دارم بچه ها. من خیلی ویدیو میسازم، خیلی سعی میکنم ویدیوهایی که جالبه رو براتون آپلود کنم و واقعا ازتون ممنون میشم اگر این ویدیو رو اتفاقی میبینین و تا اینجاش با منین، به این معنیه که دوست دارین این محتوا رو با سابسکرایب کردن من کمک کنین که من بتونم بالا بیام و توی این یوتیوب، توی این فضا پیشرفت کنم. دوستتون دارم.